سلام، به کانال خودتون خورجین خیلی خوش اومدین. من و همسرم اگه یه بار دیگه هم مجبور بشیم از صفر دوچرخه سواری رو شروع کنیم، توی فقط 10 ماه خودمون رو به اوج آمادگی میرسونیم و در اولین سفر جاده‌ای کل ساحل خزر از اردبیل تا گرگان رو به مسافت 800 کیلومتر رکاب میزنیم. اما این بار یه چیز که به دلمون مونده رو هم انجام میدیم. اونم این که عکس و فیلم های سفرمون رو هم با شما به اشتراک میذاریم. همینطور که دارین گلچین سفر پاییزه 404مون رو میبینید، بذارید حالا که صحبت به اینجا رسید یه مروری بکنیم که با چه سختی هایی وارد این عرصه شدیم و چقدر داریم تلاش میکنیم این مسیر رو برای شما هموار کنیم. درست در اواخر اوج کرونا و در شرایطی که همه فعالیت‌های ورزشی تعطیل شده بود، با همسرم تصمیم گرفتیم ورزش رو با دوچرخه سواری ادامه بدیم. 2 تا دوچرخه فسیل شده از بچه‌ها رو از انباری در آوردیم و در حالی که هنوز تمرکز و تعادل روی دوچرخه برامون سخت بود، دوچرخه سواری می‌کردیم. هفته اول به دوم نکشیده با یک گروه دوچرخه سواری شهری آشنا شدیم و اولین جمعه برای رکاب زنی کمتر از 10 کیلومتر با ترس و لرز به جمع اونا پیوستیم. اینقدر جمع صمیمی و گرمی بودند که به زوری جذبشون شدیم و از طریق اونا با چند گروه دیگه هم آشنا شدیم. به طوری که به زودی یک شنبه ها، 3 شنبه ها و جمعه ها رو با گروه ها به دوچرخه سواری می پرداختیم و 5 شنبه ها به عنوان ورزش مکمل کوهپیمایی و اصطلاحاً گلگشت داشتیم. چندین ماه پی در پی عضو بدون غیبت این گروه ها شدیم و همواره سودای دوچرخه سواری جاده‌ای و سفر با دوچرخه رو در سر میپروروندیم. تا اینکه یه روز یکی از پیشکسوتان گروه به ما گفتند شما هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ ذهنی آمادگی حضور در جاده و سفر با دوچرخه رو دارید. فقط باید دوچرخه هاتون رو عوض کنید و دوچرخه جاده‌ای بگیرید. دقیقاً در شرایطی بودیم که نه میدونستیم ویژگی های دوچرخه های جاده‌ای چیه و چه دوچرخه‌ای باید بخریم. برنامه ریزی برای سفر با دوچرخه چطوریه و اصلاً توی خورجیناشون چیه؟ سفر با دوچرخه پرهزینه است یا کم هزینه؟ مراقبت های از دوچرخه در سفر چطوریه؟ دوچرخه سوارها انرژی بدن خودشون رو چطوری تأمین میکنن؟ با چه کسانی میشه همسفر شد و همراهی با همسفران رو چطوری مدیریت کنیم؟ اصول کمپ و چادر زدن در سفرهای دوچرخه‌ای رو هم که اصلاً نمیدونستیم. استراحت و ریکاوری کامل بعد از چند روز رکاب زنی رو هم همینطور. از برنامه ریزی و مدیریت زمان در سفرهای با دوچرخه هم هیچ سررشته‌ای نداشتیم. از آمادگی‌های نهایی و شرایط لازم برای رکاب زنی در جاده و سفر با دوچرخه هم برداشت کاملی نداشتیم. از طرفی هیچ کتاب یا نشریه‌ای در این رابطه به دست نیاوردم. در دنیای مجازی هم به جز یک سری کلیگویی چیزی به دست نیومد. صرفاً به یک پادکست فارسی دست پیدا کردیم که دوستی تجارب سفر خودش با دوچرخه رو تدوین و منتشر کرده بود و 10 ساعت اپیزودهای اون پادکست رو گوش دادیم و این تنها دستاورد جستجوهای ما در این رابطه. چون سابقه آموزشی و پژوهشی دارم، همون روزا تصمیم گرفتم اگر روزی دوچرخه سوار جاده‌ای یا اصطلاحاً سایکل توریست شدم، همه این اما اگرها و ندونسته ها رو طبقه بندی کنم و آموزش بدم. سرتون رو به درد نیارم. حدود 9 ماه از اولین روز دوچرخه سواریمون میگذشت که با همسرم تصمیم گرفتیم کل ساحل زیبای خزر و اندکی بیش از اون، یعنی از اردبیل تا گرگان رو به مسافت 800 کیلومتر رکاب بزنیم. به هر کدوم از دوستای دوچرخه سوارمون پیشنهاد دادیم، نپذیرفتند و به قول امروزی‌ها پیچوندنمون. بعدها به همون گفتن ما با خودمون گفتیم اینا جوگیر شدن و فکر میکنن کار آسونیه. شهر اول به دوم نرسیده برمیگردن و تازه میفهمن رکابزنی جاده‌ای یعنی چی. سرانجام یکی از خانم‌های مجرب گروه داوطلبانه با ما همراه شد. اون سفر رو به تمام و کمال رکاب زدیم. 15 روز طول کشید و شد اولین تجربه شیرین، لذت بخش و صد البته چالشی ما در سفر با دوچرخه. دیگه رزومه دار شده بودیم. دقیقاً سال بعدش
در همون ایام گنده برداشتیم و مقصد رکابزنی رو استان کوهستانی پرفراز و نشیب و زیبای لرستان قرار دادیم. جایی که فقط در یکی از مسیراش یک فاصله 38 کیلومتری از درود تا آبشار زیبای بیشه به لحاظ سربالایی‌های تند و پی در پی و طاقت فرسا 48 ساعت به طول انجامید. این بار 2 زوج دیگه از دوستان دوچرخه سوار همرکابمون بودن. جمعاً 6 نفر بودیم و خیلی خوش گذشت. و اما امروز در پایان 3مین سفر طولانی جاده ایمون و در حالی که 7 استان کشور رو رکاب زدیم و بالغ بر 5000 کیلومتر تجربه رکابزنی جاده‌ای داریم، با هم صحبت می‌کنیم. پاسخ غالب اون ندونسته ها و ابهامات رو بلدیم، آموزش دادیم و با شما رفقا هم به اشتراک گذاشتیم. مجدداً لینک هر 10 موضوع آموزشی رو توی دیسکریپشن همین اپیزود براتون میذارم. در جمع‌بندی سفر پاییزه 404مونو به قول امروزیا گلچین این سفر جا داره چند تا تشکر هم بکنیم. راننده با مرام وانتی که از درب خونه تا ترمینال غرب تهران ما و دوچرخه هامون رو رسوند و خیلی کمکمون کرد. راننده جنتلمن اتوبوس تهران خلخال که خیلی با همون همکاری کرد. نگهبان خونگرم ترمینال خلخال که از استراحت خودش زد و به علت بردت هوا در صبح زود که ما رسیده بودیم ما رو به اتاقک گرم نگهبانی پذیرفت و 1-2 ساعتی مهمانش بودیم. راننده کار آشنای اتوبوس رامسر تهران که در دقیقه 90 ما و دوچرخه هامون رو توی اتوبوسش جا داد. و نهایتاً راننده تاکسی مجرب ترمینال غرب تهران که خیلی حرفه‌ای 2 تا دوچرخه ما رو روی باربندش بست و تا خونه رسوندمون. مردم خوب و خونگرم استانهای اردبیل، گیلان و مازندران که در جای جای سفر کمک حالمون بودند، پذیرامون شدند و کلی ازشون روحیه گرفتیم. شما دوستان خوب و همراهان همیشگی که در جریان این سفر کلی ازتون انرژی گرفتیم و درست 10 روز بعد در این ساعت خونه بودیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما همچنان و هر هفته مهمان نگاه گرم و پرمهرتون هستیم تا سفرهای دیگه و رکابزنی‌های دیگه‌ای رو با شما به اشتراک بگذاریم. قبل از خداحافظی دعوت میکنم یک ویدئوی آموزشی مهم در رابطه با استراحت و ریکاوری کامل بعد از چند روز رکابزنی رو هم تماشا کنید. تا درودی دیگر، بدرود. خب سلام دوستان، در ادامه مباحثی که راجع به سفر با دوچرخه و رکابزنی‌های طولانی در جاده داشتیم، یکی از مباحثی که خیلی مطرح هست اینه که بعد از چند روز رکابزنی متوالی و ممتد حتما 1-2 روز ریلکس کامل و استراحت کامل داشته باشیم تا بازسازی عضلات، بازسازی انرژی، رفع خستگی کامل انجام بشه و بدن رو به سمت خستگی مزمن نبریم. خیلی لازم هست که بعد از چند روز در واقع رکابزنی حتما این کار رو انجام بدیم. ما هم بعد از سفری که داشتیم که خب 1 شب رو در اتوبوس گذروندیم از تهران، با دوچرخه‌هامون با اتوبوس اومدیم تا خلخال و از خلخال رکابزنی رو شروع کردیم. بعد از طی شهرهای اصالم، رضوانشهر، ماسال، شاندرمن، صومعه سرا به سمت رشت آمدیم و منطقه خمام و تا نزدیکی انزلی هم آمدیم. در نزدیکی انزلی، در این جایی که الان هستیم، از دیشب در واقع مشغول استراحت شدیم. اما چه کارهایی رو باید در روز استراحتمون انجام بدیم؟ این استراحت هم برای خود ما هم برای دوچرخه‌ها و این ریکاوری هم برای خودمون هم ریکاوری دوچرخه‌ها واقعا خیلی خیلی لازم هست. خب خودمون که از کارهایی که باید انجام بدیم، خواب خیلی خوب، خواب طولانی، شاید در روزهایی که
اینجوری در یک محل اقامتی حضور پیدا نمی‌کنیم. خواب درستی نداشته باشیم، خواب کامل رو باید تجربه بکنیم. استحمام خودمون، استحمام در واقع دوچرخه هامون، وسایلمون، لباس هامون، شستشوهایی که باید انجام بشه، مرتب کردن خورجین ها، تغذیه خوب و هیدراتاسیون خوب. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بدنمون خب به لحاظ رکابزنی های طولانی مدت آب و مواد معدنی که در آب هست رو به شدت در حال از دست دادن هست. باید بتونیم هم در جریان رکابزنی ها و هم در زمانی که مشغول استراحت میشیم مایعات زیادی رو بنوشیم، میوه مصرف بکنیم، تغذیه خوبی داشته باشیم تا بدن کاملا ریکاوری بشه و برگرده به شرایط ادامه در واقع رکابزنی های بعدی. ما هم تقریبا در اواسط این سفر این کار رو انجام دادیم. امروز علاوه بر این دوچرخه ها رو کاملا مرتب کردیم، اینها رو یک شستشویی دادم. خب میدونید که گرد و خاک ها باعث میشن که شما اگر روی گرد و خاک دوباره دوچرخه رو روغن کاری بکنید، زنجیرش رو روغن میزنید، این زنجیر تبدیل میشه به یک گلی از در واقع گرد و خاک و روغن و شرایط رو بدتر میکنه. حتما لازم است که این گرد زدایی بشه و بعد یک روغن کاری مرتب. این کارا رو انجام دادیم، آماده میشیم که انشالله بقیه سفر رو از فردا صبح زود آغاز بکنیم و چندین شهر در پیش رو داریم که انشالله گزارشاتش رو به شما خواهیم داد و امیدواریم که طبق برنامه‌ای که پیش بینی کرده بودیم در رامسر مازندران انشالله این سفر رو به اتمام برسونیم و دوباره خودمون و دوچرخه‌هامون با اتوبوس برگردیم تهران. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. انشالله همیشه بدنهای پر انرژی، تندرست، پادر رکاب و شاداب داشته باشید. بدرود. فعلا خداحافظ شما.